از رفت زمانه دم به دم می ترسم، چون عکسمو یک عمر زینم می ترسم. از حادثه و مرگ ندارم بیمه، از عاقبت شعر خودم می ترسم. بیننده های عزیز درود. این رباعی که من خواندم به قلم شاعر جوان بهمنیار تعلق دارد. بهمنیار امروز گلی سر سبد محفل ادیبان جوان هستند و ما حتما از آن کس خواهیم پرسید که برای چه از عاقبت شعرشان هراس دارند. محفل ادیبان جوان است در تلویزیون ولایت سوخت. بیننده های عزیز و ارجمند و امیدوار هستیم که همایش ایجادکاران جوان امروز نیز پسند شما خواهد آمد. در محفل امروزه مهمان عزیز داریم، دوست دانشمند ما ادیب صاحب ذوق بهرام میرسعیدوف را دعوت کرده ایم که سخنوران جوان را امروز از چشمه مصلحت‌های منفعت بخش خویش شاداب سازند. خوش آمدید به افتخارش. بیننده های عزیز، برنامه را با یک خوشخبر آغاز کردنی هستیم. دیروز پیام رسید که دوست صاحب فضل ما راهبر محفل ادیبان جوان ولایت سوخت مهرآور به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شدند. البته تهنیت میگوییم و افتخار داریم. خب مهرآور، شروع میکنیم از وظیفه‌ای که در محفل گذشته برای اعضای آن مقرر شده بود. خب در آغاز برنامه سلام و درود میگیم به تمام بیننده ها و به جمعی اعضایان محفل. خب در محفل گذشته ما به اعضاها و به عموما به بیننده ها یک وظیفه خانگی داده بودیم، یعنی با استفاده از واژه آینه دلخواه شعر یا حکایه یا چیزی دیگر بنویسند و امروز چند نفر از ادیبان ما، اعضای محفل ما که شعر نوشتند، اونها رو نوبت میتیم تا شعرشون رو بخونند. از کی آغاز میکنیم؟ خب بیاید از موسی عزیزی شروع میکنیم. مرحمت. سلام و درود. بنده موسی عزیزی هستم، غالب آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در نامیناسی ایجاد نظم. میکنم خودم را گم در نگاه آینه، آه سینه من شد آه آینه. ابر چشم گریانم ریخت روی بالینم، نیست چون به ایوانم نور ماه آینه. پاره پاره غم دارم در دلم علم دارم، یوسفم که افتادم زیر چاه آینه. این منم که یک رویم پاک و تازه حق گویم، راه من بود عمر شاه راه آینه. آشنا چه میرنجی گر بگویمت حق را، اشتباه خود میدان اشتباه آینه. در زمانه ای موسی سنگ ها چه بسیارند، تا نبشکند باشی سرپناه آینه. آفرین. مرحمت. باز که جمعه‌دیلا قادرов هستم، عضو ادیبان جوان ولایت. یک رباعی هست در آن واژه آینه استفاده شده است و میخوام اینجا ارائه داشته باشم. رویت گل مهتاب و قدت سرو بلند، کس را تو به یک نگاه معیار ببند. آینه برقدی دل من شاهد، حسن تو دهد تمام افسون را فند. محمد اقبال جانبک هستم، عضو محفل ادیبان جوان ولایت سوخت. خزان رفته زیادی بهار آینه، مثال جلوه خورشید بار آینه. نگاه تشنه آینه محض دیدن توست، برقص و ناز تو گویا نگار آینه. دو دوست همسفر زندگی دو روح شناس، نفس رسیده ولی پیغبار آینه. ز خاک و آتش و آبی که سوز ما در توست، ز خاک و آتش و آبی که سوز ما در توست. ز خاک رسته و هم خاکسار آینه.
من که راه ندیده بر روز درمانده، من که راه ندیده بر روز درمانده، دریغ آیدمه نور یاری آینه. عبدالقادرزاده همیه هستم، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 ناحیه باباجان غفارov. آینه رفیق خوبی خورشید توی، افشاگر آینده اسپید توی، با چهره پرخنده بیایم نزدت، در عمق دلم منشه امید توی. سپاس. تشکر. مهرآور، اینجا ما چند نمونه را از ایجاد ادیبان جوان در مورد واژه آینه شنیدیم و فکر میکنم که اعضای محفل کوشش هم کردند در این مورد خود را سنجیدند و آنها هم بیرون از محفل اگر خواهش داشته باشند میتوانستند در این بخش اشتراک کنند، یعنی چیز انشا کرده خود را پیشنهاد کنند. بودن نفرانی که خواهش اشتراک داشتند. وقتی که ما اعلان کردیم که مثلا با کسی با واژه آینه چیزی بنویسد، به طریق واتساپ حتی از فدراسیون روسیه، از شهر دوشنبه، از جمهوری افغانستان برای ما شعرهای وابسته به همین واژه آینه آمد و من یک تا از اینها را میخونم برای اهل محفل. این هم از مرزبان علی قربانزاده هست. میگه هر شب رخ تابانی تو را میبینم میکوبم، بار تو به دیدنم بیا در خوابم، بار تو بیا به دیدنم بیا در خوابم، آن دم که نظر به سوی آینه کنم، در آینه چشمان تو را میابم. و همین چند نفر از شعرها و حکایه ها و عموما وابسته به آینه چیزهای بسیار جالب فرستادن که ما فکر میکنم به نوبت اینها رو در مجله ها شاید نشر کنیم. خب سلامت باشید. سلامت باشید. اینک بهمنیار را به دوره دعوت میکنیم. چیز شبیه بودنت زیبی برم نیست، چیز شبیه بودنت زیبی برم نیست، غیر از کلاه آرزویت بر سرم نیست. تا صرف دیدارت کنم در دهر بازار، هستی خود را می فروشم، می خرم نیست. فانوس یادت در دلم روشن نباشد، فانوس یادت در دلم روشن نباشد، خوابی فراغت یک شبه در بسترم نیست. مثل عقابم در سمای صاف مهرت، پرواز مرده قسمتی بال و پرم نیست. بر صبح شام زندگیم به وصالت، یک روز باور میکنی که باورم نیست. سلام یعنی عشق، هزار بار سلام. درود احترام اهل نشست، استادان عزیز، بینندگانی همیشگی برنامه های رنگینی تلویزیونی سوخت. میسرزاده بهمنیار هستم، زاده دهه سرای ناحیه اشت، همچنین دانش آموز دانشگاه دولتی خوجند، در بخش سخنشناسی عضو محفل ادیبان جوان. از کی به این محفل شما پیوستید؟ اگر خطا نکنم سال 2021 بود. ما آن سالها در فیسبوک شعرگونه های خود را میگذاشتیم. یک روز به پیام رسان من پیام آمد، دیدم که مهرآوری مسجعی هستند. برادر عزیز رو طریق فیسبوک می شناختم لیکن هم صحبت نبودیم. بعدی سلام علیک مرا به محفل دعوت کردند، من نیز به جان و دل قبول کردم. تا این جانب عضو همیشگی محفل ادیبان جوان هستم. شما رباعیه دارید که دو مصرع آخرش چنین است: از حادثه و مرگ ندارم بیمه، از عاقبت شعر
خودم میترسم. سبب این ترس در چی است؟ روبایی که ذکر کرده اید این ترسی وحشت آور نیست، این ترس شیرین است. و این بازگویی احترام من به واژه، به کلمه و به شعر است. یعنی کلمه یا واژه میتواند به انسان قوه های منفی و مثبت رساند و من شاید که ترس من از آن باشد که شعر من به ناخواست کسی را رنجاند یا به زندگی کسی تأثیری بد رساند. و در جای دیگر من گفته بودم و بار دیگر میگویم که تا امروز بلندترین شعری که من خواندم در حیات این خود انسان است و من میخواهم که شعرهای من نیز در آینده مثل انسان کامل باشد. اگر مثل انسان کامل شعر نباشد فکر میکنم حاجت و خود را همچون شاعر گفتن و شعر نوشتن هم نیست. بهمنیار پیش از آن که باز چند برگ سبز را از ایجاد شما با هم بشنویم، از هنرمند جوان دانشجوی فاکولته صنعتی دانشگاه دولتی خوجند محمد خوجایف خواهش میکنیم که یک سرود دلنشین را برایمان پیشنهاد سازند. باید بگویم که محمد امروز در جاده ایجاد سرود با شما همکاری دارند و امروز دو سرودی که از آن کس میشنویم هم متنشان مال خود شما هست. به تو با درد و علم شانه به شانه مادر گشتم جانب تقدیر روانه مادر. به تو با درد و علم شانه به شانه مادر گشتم جانب تقدیر روانه مادر. مقصدم خوابی تو را دیدن و اما ناید خواب هم مثل من افسوس به خانه مادر. عطر آغوش خوشایند تو را کم دارم شادی قلب مرا نیست نشانه مادر. مادری جان مادری جان غزلی پر دردم من بر آغوش تو چون قافیه بر میگردم. مادری جان غزلی پر دردم من بر آغوش تو چون قافیه بر میگردم. گفته شد آب و هوا خوب در این شهر ولی باورم نیست به اخبار و رسانه مادر. من در اندازه کاشانه تو دلتنگم داد از دوری و این رفت زمانه مادر. درد و غم آه و ستم با اثری کار زیاد همه را میبرم از یاد تو را نه مادر. من در اندازه کاشانه تو دلتنگم داد از دوری و این رفت زمانه مادر. مادری جان غزلی پر دردم من برای
آغوش تو چون قافیه برمیگردم. مادری جان غزلی پردردم. من بر آغوش تو چون قافیه برمیگردم. خب بهمنیار شیر رو با شکر آمیزش میدهیم و از شما باز شعر میشنویم. میخواهم حالا یک غزلی که سال قبل نوشته بودم اهدا به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نمایم. با بودنت در باغ مریم زنده میماند. با بودنت در باغ مریم زنده میماند. نکهت همیشه شک ندارم زنده میماند. طفل دیگر بر وقت بر جنت نخواهد رفت. در خانهش گندم فراهم زنده میماند. اصلا عروس جامه نیلی نمی پوشد. دو دل تپیده در بری هم زنده میماند. دیگر نمی فهمیم جنگی قابل و حابیل. فرزندی نیکو عزم آدم زنده میماند. با ابتکار و کمک و با مهربانیت هر تشنه لب در روی عالم زنده میماند. ای پیشوا ای سرپرستی صلح و آرامی. این مملکت با تو معظم زنده میماند. به حرمتی دل امیدوار برگردید. برای خنده دیر انتظار برگردید. به غیر بود همه رفته آمدن دارد. به غیر بود همه رفته آمدن دارد. چون آفتاب پس از شام تار برگردید. شما که دینی پرستو گزیدید. کنون بر این محله کنار بهار برگردید. اگر درخت بماند ز میوه چوب شود. اگر درخت بماند ز میوه چوب شود. دوباره فصل نو آمد به بار برگردید. چی بهتر است همه جای خیش را داند. چی بهتر است همه جای خیش را داند. شبیه آب ز بعد بخار برگردید. و یک غزل دیگر با ردیف برف به کل مردم تاجیکستان این غزل را تحفه می نمایم، یعنی هدیه می نمایم. میخوام که چون برف حیاتشان سبسفید باشد و بختشان نیست همیشه کامل و فرخنده. دامان شهر داشته دستی دراز برف. 3 ماه تا نفس بکشد زیر ناز برف. بیرون ز خانه شده چشمم پر از شگفت. در کوه ها شکفته فراوان پیاز برف. اعجاز فصل های دیگر دلپسند لیک آوردن بهار بود امتیاز برف.
صد شرم بینمازی من داد بامداد. قمری نماز خوان شده در جانماز برف. گر زیستگاهی حاضرم شد جهان تراز، نامی محل مادریم بود تراز برف. سلامت باشه. خب بهرام جان، رشته سخن در دست شما است. از چند شعری که بهمنیار خواندن چی برداشت کردید و چی نگاه دارید به اشعار بهمنیار؟ تشکر. البته هستی این محفل دلالت از آن میکند که همیشه چراغ شعر و ادبی تاجیک و فارس فروزان است. اطمینان داریم که قلمکشانی که اینجا جمع آمدند وارثان اصیلی پیری سخنوران عالم استاد رودکی خواهند بود. در مورد شعر این یا آن سخنور ادیب صحبت کردن بسیار کار دشوار است، به آن خاطر که شاعر کسی است که در زندگی همیشه لحظه شکار میکند. شعر اساساً زاده یک لمح البصر، یک چشم زدن است، یک جرقه است، یک اشراق است. شعر یک صدای به صدا هست که کسی شما مثلا سخنور از کجای تلقین میکند که چیزی بگوید. البته با اشعار بهمنیار استادان بزرگ سخن در همان 4 مرحله که در آزمون فروغ سپید دانای کتاب است اشتراک کردند تا دور جمهوریوی رسیدند. استادان سخن شاعران خلقی بها دادند، اما یعنی ابتکارات، تازگویی، البته کوشش سخن گفتن که از دیگران امتیاز کند در بهمنیار احساس می شود، یعنی در اشعارشان. لیکن ما یک نکته رو باید تاکید کنیم که البته همیشه چخیلی که این رو مثلا بزرگترین سخنوران، ادب پردازان، نظریه پردازان شعر سخن هنوز مثلا ارسطوی حکیم گفت، بعد دیگر دانشمندان خصوصا نظامی عروضی سمرقندی در 4 مقاله‌اش در مورد شاعر میگوید. البته و ارسطو هم در 5 شرطی شعر ادبیات گفته بود. البته همیشه برای سخنور تجربه لازم است. یکی از این تجربه ها بیشتر مطالعه داشتن و بیشتر خواندن و بیشتر فرا گرفتن افکاری بدیعی سخنوران عالم است. بعد به نظر من اگر انسان گوید که یعنی شاعر گوید که من شعر میگویم، جامعه خوش میپذیرد و کسی ایراد نمیگیرد، میشود که یک شعر 10 مراتبه تکمیل داد. ما مثلا میدونیم که در جهان امروز شاید 1000 دیوان حافظ هست که یک غزل در آنجا به هر نوع مثلا امتیاز دارد. بعضی این البته اون تغییرات را کاتبان و ناسخان چی کردن، لیکن تقریبا من باور دارم که بیشتری سخنوران ما هم در گذشته شاید در 5-6 حالت، یعنی شعری که در 14 سالگی گفتن یا 18 سالگی گفتن، الکی در 40 سالگی همون غزل تحریر کردن. برای همین در فکری تحریر بودن هم خوب است. البته خیلی که گفتیم این کس الکی در میدانهای خیلی پروسعت و در منبرهای بلند شعر خواندن. یک چیزی دیگر هم باز نسبتشون گیم که شخصیتشون به شعر بسیار مناسب، یعنی شعر را مقصود گر آدمگری است، شاعری هم وارثی پیغمبری است. در برابری همین که همین مثلا رسالت را سخنوران دارند که وارثی مثلا پیام آوران هستند، در برابر این باید شاعر هم همیشه در برابر استعداد یک عجز و یک ناتوانی خودش را در برابر اون ادبیات پهناوری ما که مثلا شاید چند میلیون بیت هست و چند صد هزار کتاب و دیوان هست، باید همین احساس کرد. مثلا مولانای بزرگ با همه قدر بزرگیش میگوید که یعنی همین یک بیت دارد، میگوید که یعنی
مرا از شاعری خود کار ناید که در 100 قرن یک عطار ناید. با فکرم اگر غلط نکنم بیت مولاناست. اما نگاه کنید بزرگترین مثنوی را در ادبیات عرفانی ما مولانا آفرید که ما البته از نظر حجم، از نظر محتوا، از نظر گنجایش موضوع گیریم از مثنوی های عطار بالاست، اما یکی مقدمتر از او، تواناتر از او، پیش قدمتر و پیشگامتر از او که عطار بود، گفت مرا از شاعری خود کار ناید که در 100 قرن یک عطار ناید. و این کس بهمن نور در آغاز سخنشان گفتند که شعر من باید با مردم تاثیر کند، تاثیر گذارد. یعنی شعر همیشه از اجتماع جدا نیست. ما هم با بهمن نور توفیق میخواهیم، ولی همین گونه یک مصلحتی دوستانه میدهیم که همیشه یعنی آنچه که مثلا گفتیم طبیعی که ضرورت گاه گاه به تحریر هم دارد. در مورد این چیزا مثلا بیشتری سخنورا گفتند که ما میدونیم که ترازوی سخن دو پهلو دارد، یکی فصاحت، دیگری بلاغت. اینها دادران یا خواهرانی همزاد هستند، دوگانیک هستند. اگر سخن فصاحت نداشته باشد، روانی نداشته باشد، گوشنواز و روحنواز نباشد، و سخن کامل است. اگر بالغ نباشد، پخته نباشد، رسا نباشد، در این مورد هم اون فصاحت به این مداری کاری نمی کند. خلاصه سخن این می شود که چیز ماندگار، سخن ماندگار باید انسان بگوید. و نظامی عروضی سمرقندی من همین حکمتش مرا بسیار همیشه به اندیشه وادار میکند. میگوید که بسیار سخنورانی هستند که شعرشان از خودشان پیشتر میمیرد. یعنی شاعر باید در همین اندیشه باشد، چون که بهمن نور تازه کار هستند. همینها تا در سرآغازی یک کوچه یا خیابانی بسیار پرگلی شعر و ادبیات که هستند، در همیشه در پی آن باشند که یک ابتکار، یک تازگی، یک نور، یک روشنی در شعرشان باشد. در روزنامه شادروان پولاد تالیس آمده است، میگوید که نوشتن هر روز، چاپ کردن گاه گاه. یعنی در همون زمان خودش گفته است که همه چیز مثلا لایق نشر نیست. اما ما البته همیشه بهمن نور را تبریک میگوییم برای موفقیت هایشان. در یک صحبت استاد آذرخش گفتند که در نثر بهمن نور خوب داریم ما. استاد بهمن نور عربزاده امینی، در یک بهمن نور دیگر هم داریم، محمود زاده. باید در شعر هم یک بهمن نور پیدا شود. بگذار همین دعای استادان مستجاب باشد. این کس باز تاجیکانه تر شعر گویند، باز زیباتر شعر گویند. البته چی میگویم، اینا باز در ترازوی عقل و در ترازوی خیال و در ترازوی آرزو باید شعر برکشید که البته همیشه منطقش رسا باشد، تناسب سخن رعایت شود. و مهمش چقدر که همون استاد بزرگ حکیم بزرگ ارسطو گفته است، تأثیر قلبی سخن باید به دل شنونده، خواننده باید کار کند، تأثیر کند، زندگی او را تغییر دهد، او را به وجد دارد، به خنده آورد، او را به راه راهنمون کند، به او مثل شعر بیدل یک روح و روان مردی بخشد. ما همین مطلب ها را، همین آرزوها را به شعر بهمن نور، به شخصیتشان و به این جمع سخنوران جوان آرزو میکنم. مبارک باشد آغاز شاعری، ابتدای شاعری و پیشرفت های شما. این لحظه ما آماده هستیم که باز چند برگ سبز را از گلستان زخم شما بپذیریم. دلش چو شیشه شکستند چون حمایه نداشت، از آن دقیقه بجز درد دست مایه نداشت. نشان خانه او را سوای دفتر دوست، کتاب حافظه سرخ بولوایه نداشت. سواد داشت ولی تا به کارگاه کشد، تقای آهنی دست زینه پایه نداشت. به سوی حوزه مقصد پیاده ره می برد که بر سوار روی مبلغ کفایه نداشت. سیاه کیسه به هر جا رود بدش گفتند، شبیه قامت خورشید گرچه سایه نداشت. در دفتر خاطرات قلبم
رخ رخ همه درد و ذکر خوشکم بیهوده تکان مده نگه کن من زنگله درخت خشکم بر باغ بلاغتم که هر بار باران شدم شبیه باران دیدم چو پرنده های موسیم یک یک همه می روند یاران معصوم دل شبیه ماهی در شست زیاد رفته دارم دامان خیال رفتگان را در دست زیاد رفته دارم داروی نآزمودم حیف تابوت مراد مردم حیف از ساحل بحر شادمانی یک زورق آب بردم حیف ای کاش که آفتاب می دید خوابیدن برف سینم را گوشی شنوا شکار می کرد خاموشک حرف سینم را ای کاش چو آب کوزه روز اندوه دلم تمام می شد خرسندی و خنده و سعادت بسیارتر از سلام می شد. تشکر. در مورد شعر بهمنیار البته استاد بسیار سخنهای خوب گفتند و من از همون دوره آغاز فکر میکنم آغاز شعر نوشتن بهمنیار تا این لحظه شعرش میدانم و در شعر بهمنیار هست چیزهایی که فقط خاصی خودش هستند یک نگاه خودش هست مثلا جای نماز برف یا که مثلا یک چیزی دیگر میگه که طفل به جنت نخواهد رفت یا چیزهای دیگر که عموما چیزهای بازیافته خودشان من در این روند برای دادری عزیز توفیق میخوام. همچون شنونده شما چند بیت شما رو میخواهم اینجا اظهار کنم بیان کنم که برای من هم پسند آمد. چیز شبیه بودنت زیب برم نیست غیر از کلاه آرزویت بر سرم نیست. این یکی از آن بیت هایی که من پسندیدم. دیگر اون بیتی که یادآور شدن مهرآور طفل دیگر بر وقت بر جنت نخواهد رفت در خانهش گندم فراهم زنده میماند. و یک نوشته دیگری شما که دین پرستو گزیده اید کنون بر این محله کنار بهار برگردید. اینها آن بیت هایی بودند که از اشعار شما ما انتخاباً برای خود پسندیدیم و همچنین میخوایم در چند مورد شرح شما رو بپرسیم یعنی اندیشه خود شما رو دانسته باشیم. در موردی که میگوید بیرون ز خانه شده چشمش پر از شگفت در کوه‌هاش گفته فراوان پیاز برف. پیاز و برف با هم چه ارتباطی دارن؟ بیرون ز خانه شده چشمانم از بیرون ز خانه شده چشمم پر از شگفت در کوه‌هاش گفته فراوان پیاز برف. من اینجا همون در اساسا در کوهسار این گیاه را شاید همه ما کوهستانی‌ها دانیم در جای ما پیازک میگویند و تقریبا بعد از نیمه ماه فوریه و ماهای مارت آن گل میکند و میشکفد. گل سفید دارد گل سفید خرد دارد یعنی مانند به برف میشود. البته هر چند کم است شاید اغراق هم باشد لیکن به فکر من این گونه صلاح دیدم و گفتم. تشکر. جای دیگر میگوید بیهوده تکان مده نگاه کن من زنگوله درخت خشکم. در اینجا منظوری من ببینید یک تصویر یک درخت رو همچون به تصویر کشیم که چیزی نداشته باشد نه میوه داشته باشد خشک باشد لیکن یک زنگوله با آن آویخته باشد. همون زنگوله چیز سودی ندارد چون اون زنگوله فقط برای نفع برای پرنده ها تا به میوه درخت زیان نرسانند آویخته می شود. لیکن وقتی اون درخت نه برگ و بار و میوه نداشته باشد اون زنگوله بیفایده است. من نیست چنین گفتنی بودم. از این گفتگوها حاضر شما هم یادآور شده به هر آیین
در مورد ساختن عباره های شاعرانه هم البته باز احتیاطکار بودند. تعبیری خلقی این هم یعنی این هم احتیاط شدن در کار در مورد ساختن عباره ها. مثلا در یک مصرع استاد فرزانه هست: بر رگ گل سوزنی باران زدی. البته سوزن برای بیمار وقتی که سوزن دارو میکنن در رگش مثلا دارو میگذارن برای صحت شدنی بیمار. باران هم که سخت بارید و تنی اوریان در هوای سرد مثل یک سوزن داروست، یعنی تأثیری یک باره سریع سخت دارد. بر رگ گل سوزنی باران زدی در یک غزل معروفشان هست. برای همین من در آغاز صحبت هم گفتم در مورد مثلا آشنا کردن واژه ها در زمینه یک عباره یک ترکیب چی بودن لازم است. مهم این که شاعری تازه‌گو هستند، سریشتشان شاعرانه هست، هستیشان شاعرانه هست. از این جهت از بعضی سخنوران خیلی امتیاز دارند، تفاوت دارند با همین صفت تازه‌گویی و کوشش تازه‌گویی. ولی اکنون خیلی گفتیم شعر را گاه باید آراست و گاه باید پیراست. آراستن زیاد کردن و پیراستن قیچی زدن. بعضی مطلب هایی هست که باز با گذشت وقت دانشی بیشتر حاصل میکنند، از مکتب های ادبی با خبر میشوند. باز این البته چه میکنند، اما جستجوهایشان، دریافتهایشان قابل پذیرفتنی است. ادبیات تاجیک از بهمنیار امیدهای زیاد دارد. تشکر. در ادامه یک سرود میشنویم باز از محمد، بعدا شعر میشنویم از اعضای دیگر و با همین وظیفه را برای محفل آینده بیان میسازیم. مرحبا محمد. از دلی کو گم شدم، از خودم محروم شدم، خنده مردم شدم، ره گم شدم. فصل قلبم تیرما، سرد و زرد و درد و آه، نخواد باشد تا ابد روزم سیاه. ویرانه 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 گشته خانه دلم جانان، دیوانه 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 گشتم من به غصه و هجران. بیدوا 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 دردم نخواد که نبود امکان. الویدا 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 من بمانم و ارمان. دیگر نمیرسد به گوش پیام روزی عالیم، سر نمیزنی چرا به این اتاق خالیم. به کوچه های شهر غم قدم زنم بدون تو، خیالیم خیالیم خیالیم. ویرانه 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 گشته خانه دلم جانان، دیوانه 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 گشتم من به غصه و هجران. بیدوا 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 دردم نخواد که نبود امکان. الویدا 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 من بمانم و ارمان. ویرانه 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 گشته خانه دلم جانان، دیوانه 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 گشتم من به غصه و هجران. بیدوا 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 دردم نخواد که نبود امکان. الویدا 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 من بمانم و ارمان. خواهر برادری تو همین جاست، خنده کن خندیدنت شجاعت زیباست. خنده کن
مشکل عذاب حادثه غیری همیشگی است. امید پشت پرده فرداست. خنده کن کابوس شام ابر گریستن دراز نیست. خورشید در تلاوت دنیاست. خنده کن آن قلب پاک و عاطفت چون فرشته ها از سهو و اشتباه مبراست. خنده کن تا حلقه های زلف کجت منتظر اشک صدها هزار چشم تماشاست. خنده کن هر کس که رفت رفت، چه غم میخوری ببین دنیا مکان مردم تنهاست. خنده کن. خب مرحمت، از دیگرها باز چند نمونه میشنویم و بعدا محفل رو جمع بست میکنیم. سلام و درود. فریدون شاه عبداللهیف هستم، عضو محفل ادیبان جوان. یک حکایه میخوانم، حکایه برای نورسان با نام کوچرو. کمپیر زینتماه با صدای آبپاشه و خشیر خشیر جاروبش کلین‌های محله را هر صبح از خواب بیدار میکرد. او این کار را با مهر انجام میداد. پس از روبوچین تازگی اطراف را که با دستان نازکش به وجود آورده است دیده تبش بالیده میشد. یک نصف روزی زینتماه با روح بالیده از مهمانی برگشته از مکانی روبوچین هر روزش میگذشت. مکتب بچگان که از مکتب برآمده و به سوی خانه هایشان روان بودند کاغذ پاره و چیزهای نالازمی خود را به کوچه پرتافته می رفتند. این حالت کمپیر زینتماه را سخت ناراحت کرد. کمپیر بیچاره اشیای در راه پرتافته بچه ها را یک یک به لباس های جایرویش نگاه نکرده می چید. در این وقت یک خواننده خردکک که با گروه همسنفانش در راه می گذشتند از کمپیر با تعجب پرسید: بیبی جان، چرا شما افلاسچای راه را می چینید؟ لباس هایتان چرکین می شوند. روبندزن به سوی بچه ها نگاه کرد و گفت: بچه های عزیز، ما باید محله ما را تازه و آزاده نگاه داریم. هر گونه اشیا را در کوچه نپرتاییم. نگاه کنید، در هر گوشه و کنار قوطی های پرتاب هست. چیزهای نالازمه را باید به داخل آنها پرتاییم. شما چرا میچینید بیبی جان؟ روبنده ها هستند که؟ روبنده از افشا کردن کسب خود خودداری کرد و گفت: بله، روبنده ها هستند. آنها سحری بر وقت این جایها را رفته تازه و آزاده میکنند. ما باید به قدر مهنت آنها رسیم و کوچه و محل خود را تازه و آزاده نگاه داریم، چون تازگی گرو سلامتی گفتند. مکتب بچگان سخنان او را قبول کرده همه همراه کاغذ پاره ها را چیده چیده به قوطی پرتافتند. کوچه باز تازه و آزاده شد. کمینه قربان و فضیلت ما اشورلیونا هستم، آموزگار در ناحیه اشت و همچنین اعضای محفل ادیبان جوان. یک غزل لیریکی میخونم. دمی که دیده در عشق تو وا کردم غزل نو شد. دلم را در دل شادی تو جا کردم غزل نو شد. غم پنهان دل را نیم نگاه کرده فهمیدی، به چشم آهو مانندت شنا کردم غزل نو شد. یکی را دوست گفتم دشمنم بود و شکستم داد، که دل را بعد او یاری خدا کردم غزل نو شد. امیدم را به کنج ناامیدی ماندم و رفتم، درم را بسته دل را انزوا کردم غزل نو شد. بهار عمر عشقم را دوباره گرمی بخشیدی، که بودم خانمی تنهای و ما کردم غزل نو شد. صدف افسانه را بعدی حقیقت بودن آموختم، چو خسرو رفت و کهکن را صدا کردم غزل نو شد. بنده مغفرت نسیمی هستم، عضو محفل ادیبان جوان. چکیده از اشعار خود را که به مادرم بخشیدم اینجا قرائت می نمایم. مرا نیکوترین آدم بزاده،
مرا نیکوترین آدم بیزاده به هستیم دو عالم را نهاده. سپر گشتی به جان کوچک من به سرقانون تقدیرم ستاده. به عقل ساده و ادراک و فهمیش نخست آموزگاری باسوادی. توی مشکل کشا بر سختی من تو از خوبی برایم مژده دادی. مرا پرورده خوشبخت و خوشروز نما از بخت من پیوسته شدی. بمان ای مادرم خرسند و خورم فشان بر غصه دستی خیر بادی. تشکر زیاد بدید. بنده بابایارزاده رخشیده مستهدین هستم، دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов. اینچنین عضو محفل ادیبان جوان ولایت سوخت و اینجا میخواهم یک غزل وطن دوستانه که ایجاد کردم قرائت کرده باشم. دریاچه شوخ و بیکنار است مرا، در نزد دیار آبشار است مرا. خاک و گل یاسمین او بوی کنم، در سر هوس بهار و یار است مرا. قشلاقه که من بدان که از هستی تو همواره به سینه افتخار است مرا. تا شرفه پای آب را میشنوم، یک دل شوخ و بیقرار است مرا. هر کوه تو هر لحظه صدایم بکند، در ده نشسته انتظار است مرا. دورم ز تو گرچه لیک با یاد تویم، در کشوری بیگانه چی کار است مرا. مهرآور، وظیفه برای ادیبان جوان در محفل آینده. خب بیاید من پیش از آن که وظیفه نوبتی رو بیان میکنم در مورد وجه آینه خودم نیز یک چی نوشتم برای باشه منم اعضای محفل پیشنهاد کنم. یک کلچه رو به جای نانم دادی، یک کلچه رو به جای نانم دادی، چون بوسه زدم قوه به جانم دادی. گفتم که کی رازی من تو خوشتر دیدی، بردی و در آینه نشونم دادی. آفرین. به قول خودمان وظیفه خانگی نوبتی البته واژه باران است و با استفاده از واژه باران هر کی میتواند فکر خودش در کدام قالبی که باشد در محفل نوبتی پیشنهاد نماید. سلامت باشید بینندگان عزیز و ارجمند. شما نیز اگر یگان فکر و نظری دارید اوید به محفل ادیبان جوان، رقم واتساپ ما پیش روی شما است، می توانید با ما در تماس باشید. با امید دیدار در محفل نوبتی هستیم. قلمتان و عمرتان همیشه سبز باشد.